احتیاجی به فریاد کشیدن نبود. موجود عجیب و غریب داخل قفس خیلی وحشتناک بود، اما او را درون قفس با زنجیر بسته بودند. فکر کنم افرادی که جیغ میکشیدند بیشتر برای خنده این کار را میکردند تا از سر ترس. مرد گرگی داخل آن قفس بود. او خیلی زشت بود. سر تا سر بدنش پر از مو بود و فقط وسط بدنش را با تکه‌ای پارچه پوشانده بود، عین تارزان. به همین دلیل ما پاها و شکم و بازوهایش را نیز می توانستیم ببینیم. او ریش بلند و پرپشتی داشت که بیشتر صورتش را پوشانده بود. چشمهایش زرد و دندانهایش قرمز بودند. مرد میله های قفس را تکان میداد و نعره میکشید. واقعا ترسناک بود. وقتی او نعره میزد مردم جیغ میکشیدند. خود من هم کمی جیغ زدم، ولی اصلا نمیخواستم مثل یک بچه ترسو به نظر برسم. مرد گرگی میله ها را تکان میداد و در قفس به این طرف و آن طرف میپرید، اما ناگهان مثل یک سگ پشتش را به ما کرد و نشست. در همین لحظه آقای تال روی صحنه آمد و گفت: خانم ها و آقایان، به سیرک عجایب، خانه عجیب ترین موجودات بشری خوش آمدید. صدایش پایین و غرغر مانند بود، اما همه تماشاچی ها گفته هایش را می شنیدند. او ادامه داد: ما قدیمی ترین سیرک جهان هستیم. تقریباً 500 سال است که عجایب جهان را به نسل های مختلف نشان داده ایم. البته گاهی اوقات فعالیت ما دچار اختلال شده است، ولی ما هرگز هدفمان را که همان متحیر و وحشت زده کردن شماست از یاد نبرده ایم. ما برنامه‌های عجیب و ترس آوری را به شما نشان می دهیم، برنامه‌هایی که در هیچ جای جهان آنها را نخواهید دید. بعد او اخطار داد: آنهایی که زیاد دل و جرأت ندارند لطفاً هرچه زودتر اینجا را ترک کنند. میدانم افرادی اینجا هستند که فکر می کنند برنامه امشب فقط یک نمایش خنده‌دار است، یا شاید فکر می کنند موجودات عجیبی که در این نمایش می بینند ماسک زدند و دروغین هستند، یا آدم‌هایی هستند که در اثر تصادف یا حادثه به این شکل در آمدند و بی خطرند. اما من به اطلاع شما می رسانم که این طور نیست. تمام چیزهایی که امشب اینجا می بینید واقعی هستند. هر موجود عجیب و غریب منحصر به فرد است و هیچ کدام از این موجودات بی خطر نیستند. این آخرین حرفی بود که او گفت و بعد از صحنه پایین آمد. سپس دو زن زیبا که لباسهای براق به تن داشتند جلو آمدند و در قفس مرد گرگی را باز کردند. خیلی از مردم واقعا ترسیده بودند، ولی کسی آنجا را ترک نکرد. مرد گرگی که مدام زوزه میکشید وقتی از قفس خارج شد نعره‌ای زد و باز شروع کرد به زوزه کشیدن. یکی از زنها با انگشتانش او را به خواب عجیبی فرو برد. زن دیگر با لهجه‌ای خاص به مردم گفت: باید خیلی آروم باشید. مرد گرگی تا وقتی در اختیار ما باشه بی خطره، ولی حتی یه صدای بلندمونو بیدار میکنه و اون وقت خطر مرگ همه رو تهدید میکنه. آنها آماده شدند و از روی صحنه پایین آمدند. زنها مرد گرگی را دنبال خود از میان صندلی ها می گذراندند. موهای تن آن موجود کریه رنگ خاکستری کثیفی داشت. او در حالی که قوز کرده بود و انگشتانش را روی زانوها گذاشته بود راه می رفت. آنها از کنار جمعیت رد شدند. مردم کاملا ساکت بودند. هر کس می خواست از زنها اجازه می گرفت و تن مرد گرگی را لمس می کرد. استیو این کار را کرد، ولی من ترسیدم که ناگهان بیدار شود و مرا بخورد. به همین دلیل این کار را نکردم. اما با صدای آرامی از استیو پرسیدم: چطوری بود؟ او جواب داد: سیخ سیخ بود، مثل تن جوجه تیغی. بعد دستش را بو کرد و گفت: اوه، بوی خیلی بدی هم داره، مثل بوی لاستیک سوخته است. مرد گرگی و زنها تقریباً به ردیف‌های وسط رسیده بودند که نمیدانم آن صدای مهیب از کجا آمد. ناگهان مرد گرگی از جا پرید، نعره کشید و زنهای همراهش را به آن طرف سالن پرت کرد. افرادی که نزدیک او بودند خیلی ترسیدند. بعضیها از جایشان بلند شدند و فرار کردند. یک زن که نتوانست به سرعت در برود گیر مرد گرگی افتاد و روی زمین پرت شد. او آنقدر جیغ کشید که چیزی نمانده بود خفه شود، اما هیچ کس نتوانست کمکش کند. مرد گرگی زن را روی زمین انداخته بود و دندانهایش را به او نشون میداد. زن دستش را دراز کرد تا او را به عقب هل بدهد که مرد گرگی دست او را گاز گرفت و جوید. 2 نفر با دیدن این صحنه غش کردند.
خیلی از مردم از ترس میلرزیدند و فریاد میکشیدند یا فرار میکردند. بعد نمیدانم چطوری اما سر و کله آقای تال پیدا شد. او دستهایش را دور مرد گرگی انداخت. مرد گرگی چند ثانیه مقاومت کرد ولی بعد آقای تال چیزی در گوشش گفت و او ساکت شد. آقای تال مرد گرگی را به صحنه بازگرداند. زنها هم مردم را ساکت کردند و از آنها خواستند که سر جایشان بنشینند. در حالی که مردم هنوز در مورد نشستن تردید داشتند، زنی که دستش مجروح شده بود شروع کرد به فریاد کشیدن. خون از مچش فواره میزد و به زمین و مردم میپاشید. من و استیو در حالی که چشمهایمان از تعجب گشاد شده بود به آن زن زل زده بودیم و میترسیدیم که نکند از شدت خونریزی بمیرد. آقای تال از روی صحنه پایین آمد. او دست خونین زن را گرفت و سوت بلندی زد. 2 نفر با لباسهای آبی و کلاه به سر جلو آمدند. آنها قد کوتاه بودند، تقریبا اندازه من و استیو، ولی بازوها و پاهای عضلانی و نیرومندی داشتند. آقای تال زن را نشاند و در گوشش چیزی زمزمه کرد. زن فوری آرام شد و نشست. آقای تال مچ زن را گرفت. بعد کیسه قهوه‌ای کوچکی را از جیبش درآورد. در آن را باز کرد و گرد صورتی رنگ درخشانی را که درون کیسه بود روی زخم ریخت. سپس 2 طرف زخم را به هم چسباند و به 2 مأمور آبی پوش نگاه کرد و سر تکان داد. آبی پوش ها 2 سوزن و مقدار زیادی نخ نارنجی رنگ آوردند و پیش چشم مردم شروع کردند به بخیه زدن زخم. آنها 5 تا 6 دقیقه مشغول بخیه زدن بودند. اما زن هیچ دردی حس نمی کرد. ما می دیدیم که سوزن چگونه در پوستش فرو می رود و بیرون می آید. وقتی بخیه زدن تمام شد، آبی پوش ها بلند شدند و رفتند. در مدتی که آنها مشغول کارشان بودند، حتی 1 بار کلاه از سرشان نلغزید و ما موهایشان را ندیدیم و حتی نفهمیدیم که آنها زن بودند یا مرد. وقتی آنها رفتند، آقای تال نزد زن مجروح آمد و گفت: انگشتانتان را حرکت دهید. زن خیره خیره او را نگاه کرد. مرد دوباره گفت: انگشتانتان را حرکت دهید. و این بار زن انگشتانش را باز و بسته کرد. آنها حرکت می کردند. همه مات و متحیر مانده بودند. زن چنان به انگشتانش نگاه می کرد که انگار واقعی نیستند. او 1 بار دیگر آنها را باز و بسته کرد. بعد از جایش بلند شد، دستش را بالای سرش برد و تا می توانست دستش را به این طرف و آن طرف حرکت داد. دستش خوب شده بود. خونش هم بند آمده بود و مثل قبل کار می کرد. آقای تال به زن گفت: خوب میشه. 2 روز دیگه بخیا میافتن و دستت مثل اول کار میکنه. 1 نفر با چهره‌ای برافروخته از میان جمعیت جلو آمد و گفت: شاید هم خوب نشه. من شوهر این زن هستم. من اون رو پیش دکتر میبرم و اگه خوب نشد به پلیس خبر میدم. شما نباید اجازه میدادید که یک حیوان وحشی به میون جمعیت بیاد. اگه سرش رو گاز گرفته بود و کنده بود، من باید چیکار میکردم؟ آقای تال به آرامی جواب داد: اون وقت زنت میمرد. مرد ادامه داد: گوش کن مردک. ولی آقای تال حرف او را قطع کرد و گفت: به من بگو آقا. اصلا بگو ببینم وقتی مرد گرگی حمله کرد تو کجا بودی؟ مرد گفت: من؟ آقای تال گفت: بله تو شوهرش بودی، ولی چرا وقتی مرد گرگی حمله کرد جلو نیومدی تا نجاتش بدی؟ مرد من و من کرد: آخه من وقت نبود، یعنی من نمیتونستم، نبودم. او نتوانست چیزی بگوید، ولی جواب واقعی فقط 1 چیز بود: او به فکر خودش بوده و فرار کرده بود. آقای تال گفت: گوش کن، من 1 بار اخطار دادم، گفتم که این نمایش احتمالاً خطرناکه. این سیرک آرام و بی خطر نیست که در اون هیچ اتفاق بدی نیفته. ممکنه اشتباهی رخ بده یا اتفاقی بیفته که به چیزی بدتر از آنچه برای شما پیش اومده منجر بشه. اصلا به همین دلیله که برپای این سیرک قدغن شده و نیمه شب توی سالن متروک برپا میشه. بیشتر وقتا برنامه خوب پیش میره و مشکلی پیش نمیاد، ولی ما نمیتونیم بی خطر بودن اون رو تضمین کنیم. آقای تال طوری که انگار میخواست همه را ببیند دور خودش چرخید و ادامه داد: ما نمیتوانیم ایمنی و سلامت هیچ کسی را تضمین کنیم. هر اتفاقی شبیه این اتفاق یا بدتر از آن ممکن است رخ بدهد. 1 بار دیگر تکرار میکنم، هر کس میترسد اینجا را ترک کند، همین الان، تا فرصتی باقی مونده. بعضی از تماشاچی ها سالن را ترک کردند، ولی بیشتر آنها سر جایشان ماندند. زن مجروح هم نشسته بود. در حالی که اندکی امید داشتم جواب استیو مثبت باشد، پرسیدم: میای بریم؟
استیو گفت دیوونه شدی؟ تازه داره به جاهای خوبش میرسه. فکر رفتنم از سرت بیرون کن. من هم الکی لبخند زدم و گفتم میخواستم ببینم تو چی میگی. من نمیخواستم استیو فکر کند که پسر ترسو و بزدلی هستم. میتوانستم از آنجا بروم و همه چیز را به خوبی و خوشی تمام کنم، ولی نه، باید مثل یک مرد رفتار میکردم. فقط اگر بدانید چند بار با خودم فکر کردم که فرار کنم و دیگر پشت سرم را هم نگاه نکنم. وقتی آقای تال روی صحنه رفت، ما دوباره سر جایمان نشستیم. دومین موجود عجیب و غریب الکساندر ریبز بود. او بیشتر خنده‌دار بود تا ترسناک. فکر کنم که بعد از آن همه وحشت مردم به این آرامش نیاز داشتند. یک آن چشمم به بغل دستم افتاد و دیدم که آن دو آبی پوش در حال پاک کردن خونهای روی زمین هستند. الکساندر ریبز استخوانی ترین آدمی بود که در عمرم دیده بودم. او مثل اسکلت بود، انگار تنش اصلا گوشت نداشت. اگر اون لبخند دوست داشتنی رو توی صورتش نداشت کمی ترسناک به نظر می اومد. آهنگ شادی پخش شد و مردک روی صحنه بالا و پایین می پرید. او لباس خاصی پوشیده بود که خیلی خیلی مضحک بود. تا چند دقیقه همه میخندیدند، اما ناگهان الکساندر از ورجه ورجه کردن دست کشید و شروع کرد به کش و قوس دادن بدنش. او گفت که قبلا یک بندباز بود و به همین دلیل میتواند بدنش را از همه طرف خم کند. الکساندر ابتدا آنقدر به طرف عقب خم شد که فکر کردیم از وسط نصف می شود. بعد سرش را از پشت آنقدر پایین آورد که موهایش زمین را جارو می کرد. بعد دستهایش را از پشت به ساق پاهایش گرفت و سرش را از لای پاهایش رد کرد. اصلا آدم فکر نمی کرد که او شکم هم دارد. بعد یک چرخ زد و مثل یک فنر دور خودش پیچید. او 5 بار دور خودش پیچید تا بالاخره استخوان‌هایش به ترق و طروق افتادند. حدود 1 دقیقه در همان حالت ماند. بعد شروع کرد به برعکس چرخیدن تا تابش باز شود. جدی که خیلی تند میچرخید. بعد از این حرکات الکساندر 2 تا چوب طبل به دست گرفت که سرشان را با پوست خز بسته بودند. او یکی از آنها را چند بار به دنده های قفسه سینه‌اش زد. بعد دهانش را باز کرد و از دهانش صدای موسیقی خارج می شد، درست مثل صدای یک پیانو. الکساندر دوباره دهانش را بست و چوب طبل را به یک طرف دیگر بدنش زد. این دفعه آهنگ پرهیاهوتری به گوش رسید. بعد از چند دقیقه او دهانش را باز کرد و در حالی که دهانش همچنان باز بود یکی از ترانه‌های معروفی را سر داد که هر روز چند بار از تلویزیون پخش می‌شد. بالاخره مرد پوست و استخوانی صحنه را ترک کرد. البته دهان جمعیت هنوز از تعجب باز مانده بود. بعد از الکساندر ریبز نوبت به رامو دوشکم رسید. هرچه الکساندر ریبز لاغر بود، رامو دوشکم چاق بود. او واقعا خپل بود. وقتی روی صحنه راه میرفت ما میگفتیم که الان صحنه و تزییناتش و وسایل دیگه پایین میریزن. وقتی روی لبه صحنه راه میرفت کسانی که آن جلو نشسته بودند از جا میپریدند و در میرفتند. واقعا اگر رامو روی کسی میافتاد او را مثل یک ورق کاغذ صاف میکرد. رامو وسط صحنه ایستاد و گفت سلام، من رامو دوشکم هستم. واقعا هم 2 تا شکم دارم. مادرزادی اینطوری بودم، مثل بعضی حیوونا. دکترها معتقدن که این عجیب و باور نکردنیه. شاید هم به همین دلیل باشه که امشب در خدمت شما هستم. همان 2 زنی که مرد گرگی را به خواب مصنوعی فرو برده بودند با چرخ دستی های پر از خوراکی وارد صحنه شدند. آنها کلی کیک، چیپس، همبرگر، میوه و یک عالم شیرینی را به صحنه آوردند. چیزهای دیگری هم در چرخ دستی هایشان داشتند که من تا آن موقع ندیده بودم و نمیدانستم مزهشان چطور است. ناگهان یک ساعت خیلی خیلی بزرگ که به یک طناب بسته شده بود از سقف پایین آمد و تقریبا در فاصله 3 متری بالای سر رامو ایستاد. رامو گفت به به، فکر میکنید چقدر طول بکشه که من همه اینا رو بخورم؟ هر کس حدس درستری بزنه جایزه داره. یک نفر فریاد زد 1 ساعت. یکی دیگر فریاد زد 2 ساعت و 10 دقیقه و 30 ثانیه. یک نفر گفت 45 دقیقه. خلاصه هر کس چیزی میپراند. من گفتم 1 ساعت و 3 دقیقه و استیو گفت 29 دقیقه. کمترین زمانی که گفته شد 17 دقیقه بود.
وقتی حد زدن ما تمام شد، ساعت شروع کرد به زمان گرفتن و رامو شروع کرد به خوردن. او مثل باد میخورد. دستهایش چنان تند بالا و پایین میرفت که من به سختی آنها را میدیدم. باز و بسته شدن دهانش را که اصلا نمیدیدم. او غذاها را با قاشق بزرگی تند و تند بر میداشت و میبلعید. همه ماتشان برده بود. من از نگاه کردنش هم حالم به هم میخورد. بعضیها واقعا حالشان به هم خورد. بالاخره رامو آخرین لقمه را در دهانش گذاشت و ساعت بالای سرش از کار ایستاد. 4 دقیقه و 56 ثانیه. او همه آن خوردنی ها را در کمتر از 5 دقیقه خورده بود. اصلا باورم نمیشد. غیر ممکن بود، حتی برای آدمی که 2 تا شکم داشته باشه. رامو گفت خیلی خوشمزه بودن، ولی کاش یه کمی هم دسر میخوردم. در حالی که مردم دست میزدند و میخندیدند، همان 2 زن به صحنه آمدند. آنها چرخ دستی های خالی را بردند و چرخ دستی دیگری را آوردند که پر از قاشق و چنگال ها و چیزهای فلزی دیگر بود. رامو گفت قبل از اینکه شروع کنیم به شما بگم که نکنه یه وقت هوس کنید تو خونه از این کارا رو انجام بدین. من چیزایی رو میتونم بخورم که آدمای معمولی نمیتونن. اگه شما هوس کنید کارای منو تکرار کنید، شاید زندگی شیرینتون رو از دست بدید. رامو حرفایش را زد و شروع کرد به خوردن. او کارش را با 1 جفت پیچ و مهره شروع کرد. با قورت دادن آنها ککش هم نگزید. بعد هم کلی ابزار را درست جلوی چشم ما خورد. صدای به هم خوردن اشیای فلزی در شکمش خیلی واضح به گوش می رسید. اما بعد از مدتی انگار شکمش سنگین شد. او پیچ و مهره ها را بالا آورد. اگر پیچ و مهره ها 1-2 تا بودند، می گفتم که آنها را زیر زبانش، توی لپش یا چه می دونم یه جایی قایم کرده. ولی تعداد پیچ و مهره ها آنقدر زیاد بود که حتی بیشتر از اندازه شکمش به نظر می آمدند. بعد رامو شروع کرد به خوردن چیزهای شیشه‌ای. او لیوانها را با دست خورد می کرد و می خورد. 1 آبم روش. بعد نوبت قاشق و چنگال ها رسید. رامو آنها را با دست خم می کرد و دهانش می گذاشت و قورت می داد. او می گفت دندانهایش آنقدر قوی نیستند که بتوانند این فلزات را خم کنند. بعد 1 زنجیر را خورد و نفس عمیقی کشید. شکمش باد کرده بود. نفهمیدم چه شد. فقط ناگهان دیدم که سر زنجیر از دهانش بیرون زده است. وقتی سر زنجیر بیرون زد، چند قاشق و چنگال هم بیرون آمد. فکر میکنم که او میخواست زنجیر را لابلای قاشق و چنگال ها جا بدهد. باور نکردنی بود. وقتی رامو صحنه را ترک میکرد، با خودم میگفتم که دیگر چیزی عجیب و غریب تر از این نخواهیم دید. اما اشتباه میکردم. وقتی رامو 2 شکم از صحنه بیرون رفت، 2 مأمور کلاه آبی روی صحنه آمدند. آنها چیزهای عجیبی برای فروش آورده بودند. چیزهای واقعاً عجیب و غریب. آنها چیزهای شبیه شکلات، ولی از جنس پیچ و مهره هایی که رامو خورده بود، و میزهایی را آورده بودند که الکساندر ریبز خودش را به شکل آنها در می آورد. حتی تکیه هایی از موهای مرد گرگی نیز در اجناس دیده می شد. من کمی از آن موها را خریدم. درست مثل چاقو سیخ و تیز بودند. آقای تال از روی صحنه گفت چیزهای خیلی جدیدتری هم هست. همه پولاتون رو خرج نکنید. استیو پرسید اون لیوان چنده؟ لیوانی که او میخواست تقریبا شکل همان لیوانی بود که رامو 2 شکم خورده بود. اما کلاه آبی ها هیچ کدام چیزی نگفتند. فقط یکی از آنها 1 برچسب روی لیوان چسباند. استیو گفت نمیبینم. چنده؟ با تعجب به استیو نگاه کردم. نفهمیدم که چرا دروغ میگوید. قیمت روی برچسب کاملا پیدا بود. آن کلاه آبی باز هم چیزی نگفت. فقط سرش را تکان داد و قبل از آنکه استیو چیز دیگری بگوید، به سرعت به طرف او آمد. پرسیدم چرا این کارو کردی؟ استیو شانه بالا انداخت و گفت میخواستم حرف بزند تا ببینم که آدمه یا نه. گفتم حالا آدمه دیگه، پس چی میتونه باشه؟ گفت نمیدونم، منم سوالم همینه. عجیب نیست که اونا صورتشون رو پوشوندن؟ گفتم تفلکی ها، شاید خجالتی هن. استیو گفت شاید. مطمئنم که استیو میخواست من را از سر خودش باز کند. وقتی فروشنده ها رفتند، موجود عجیب و غریب بعدی به صحنه آمد. زن ریشدار. اول فکر کردم که این 1 شوخی است، چون آن زن اصلا ریش نداشت. اما آقای تال پشت سر زن ایستاد و گفت خانم ها و آقایان، شما اکنون شاهد اتفاق اعجاب انگیزی خواهید بود. تروسکا از عجیب ترین بازیگران سیرک ماست.
با ویژگی‌های واقعاً منحصر به فرد. آقای تال زن را معرفی کرد و بیرون رفت. تروسکا خیلی زیبا بود و لباس قرمز گلداری پوشیده بود. او جلو آمد و لب صحنه ایستاد. اینطوری ما هم او را بهتر می‌دیدیم. صدایش مثل صدای فوک بود. او دستهایش را روی صورتش گذاشت و پوستش را آرام آرام نوازش کرد. بعد بینیش را با 2 انگشت گرفت و با دست دیگرش چانه‌اش را خاراند. ناگهان اتفاق خارق العاده‌ای رخ داد. صورت تروسکا شروع کرد به ریش در آوردن. اول روی چانه‌اش ریش در آمد، بعد بالای لپش، بعد 2 طرف صورتش و آخر سر روی کل صورتش. موها بلند و بور و سیخ سیخ بودند. آنها حدود 10 تا 11 سانتی متر رشد کردند. تروسکا دستش را از روی بینیش برداشت و به میان جمعیت آمد. او به مردم اجازه داد که به موهای صورتش دست بزنند. در حالی که تروسکا میان جمعیت راه میرفت، موهای صورتش همچنان رشد میکردند و لحظه به لحظه بلندتر میشدند تا اینکه به پاهایش رسیدند. تروسکا تا انتهای سالن رفت و دوباره برگشت. گرچه نسیمی نمیوزید، اما ریش تروسکا آنقدر دراز شده بود که به این طرف و آن طرف حرکت میکرد و به سر و صورت مردم میخورد. وقتی تروسکا روی صحنه رفت، آقای تال پرسید که چه کسی قیچی دارد. بعضی از خانوم‌ها قیچی‌هایشان را در آوردند. آقای تال از چند خانوم دعوت کرد که روی صحنه بروند. بعد یک شمش طلا از جیبش بیرون آورد که برق میزد و گفت: سیرک عجایب به هر کسی که بتواند ریش‌های تروسکا را کوتاه کند جایزه می‌دهد. جایزه این نفیس. و شمش را نشان داد. این کار او تماشاچیان را هیجان زده کرد، به طوری که در مدتی کمتر از 10 دقیقه تقریبا همه افراد حاضر در سالن دست کم 1 بار سعی کردند ریش تروسکا را کوتاه کنند، ولی هیچ کس حتی با قیچی باغبانی آقای تال هم نتوانست آن ریش ها را کوتاه کند، چون آن موهای عجیب به سرعت رشد می کردند. وقتی همه این موضوع را امتحان کردند، آقای تال از روی صحنه پایین آمد و تروسکا به جای او وسط صحنه ایستاد. او دستی به گونه هایش کشید و بینی خود را لمس کرد. این بار برعکس دفعه قبل موها کوتاه شدند. انگار موها از ته وارد پوست می شدند. تقریبا پس از 2 دقیقه همه موها از بین رفتند و صورت تروسکا درست مثل اولش صاف شد. همه به شدت او را تشویق کردند و او در میان هیجان و شادی مردم صحنه را ترک کرد. نفر بعد به سرعت جای تروسکا را گرفت. اسم این یکی هانس دست و پا بود. او اول از پدرش تعریف کرد که بدون پا متولد شده بود. پدر هانس به ناچار روی دستهایش راه می رفته و این کار را به راحتی ما که روی پا راه می رویم انجام می داده است. البته او این راز را به فرزندانش نیز آموخته بود. هانس روی زمین نشست و پاهایش را دور گردنش انداخت. بعد قدم زدن روی دستهایش را شروع کرد. او از روی صحنه پایین آمد و دوباره سر جایش برگشت. بعضی ها سعی کردند که روی پا با او مسابقه بدهند، ولی نتوانستند. هانس گفت که هر کس بتواند در مسابقه با او برنده بشود 1 شمش طلا میگیرد. مردم در راهرو سالن مسابقه راه انداختند. هانس با وجود اینکه از پاهایش استفاده نمی کرد، به راحتی از 4 نفر داوطلب مسابقه جلو زد. او گفت که در مسابقه 2 سرعت هر 8 ثانیه 100 متر می دود و همه حرفش را قبول کردند. بعد او چند حرکت حیرت انگیز ژیمناستیکی را اجرا کرد و به همه نشان داد که بدون پا هم می شود زندگی شیرین و دلپذیری داشت. در واقع حرکات نمایشی هانس بیشتر از آن که حیرت انگیز باشند لذت بخش بودند. بعد از اینکه هانس صحنه را ترک کرد تا مدتی هیچ خبری نشد، اما بالاخره آقای تال روی صحنه رفت و گفت: خانوم ها و آقایان، نمایش بعدی یکی از بی‌نظیرترین و حیرت انگیزترین نمایش هاست. بنابراین از شما میخواهم تا وقتی که اعلام نکرده ایم سر و صدا نکنید و دست نزنید. همه ساکت شدند. بعد از اتفاقی که موقع نمایش مرد گرگی رخ داده بود، دیگر همه حساب کار خودشان را میکردند. وقتی همه حسابی ساکت شدند، آقای تال از روی صحنه پایین آمد و اسم موجود عجیب بعدی را خیلی آرام اعلام کرد: آقای کرپسلی و خانم اوکتا. چراغ‌ها آرام آرام خاموش شدند و مردی روی صحنه آمد که ظاهری غیر عادی داشت.
آن مرد قد بلند و بسیار لاغر بود. پوستش سفید بود و روی سرش جز یک دسته موی نارنجی رنگ چیز دیگری دیده نمیشد. روی گونه چپش جای زخمی بود که تا گوشه لپش کشیده شده بود. این زخم حالتی در صورتش ایجاد کرده بود که انگار دهانش تا وسط لپش کشیده شده بود. او لباسی به رنگ قرمز تیره به تن داشت و قفسی کوچک و چوبی را با خود حمل می کرد. مرد قفس را روی میز گذاشت و وقتی آماده شد رو به ما تعظیم کرد و لبخند زد. وقتی لبخند میزد مثل یکی از دیوانه هایی به نظر می آمد که در فیلم های وحشتناک دیده بودم. او درباره نمایش خودش توضیحاتی داد. از قسمت اول حرفهای او چیزی نفهمیدم، چون آن موقع به استیو خیره شده بودم. آخر میدانید وقتی آقای کرپسلی روی صحنه آمد همه سالن در سکوت فرو رفت. اما ناگهان یک نفر نفس بلندی کشید و آن شخص کسی نبود جز استیو. با تعجب به استیو نگاه کردم و دیدم که صورتش به سفیدی صورت آقای کرپسلی شده است. در همین لحظه لاستیکی که مال بازی‌های الکساندر ریبز بود و او آن را از 2 فروشنده کلاه آبی خریده بود نیز از دستش افتاد. استیو به آقای کرپسلی خیره شده بود و چشم از او بر نمی داشت و من به استیو زل زده بودم و احساس می کردم که استیو هم خیلی عجیب و غریب شده است. او مثل کسی به نظر می آمد که یک هیولا دیده باشد.